استاد همین اعتکاف بنیاد دورم شنیم همین در روزای اعتکاف یک دو سه روز زبس ما همین روزا بغلطید برای گیی برای پلیکلین که رفتن در روز غلطید همین روز به برای شب به مسجد برویم هیچ وای شو میشود یا نمیشود؟ مسئله اعتکاف مسئله یعنی اگر کسی که طبق سنت اعتکاف میشینم گفت 10 شب آخر میشیند همین در شب آخر استاد همین روزش به مثال پس پگه یعنی پگه شبی 21 میدارد پگه نیاد داریم پگه شنیم بعد از 2 روز باید یک جا به زبس مو هست باید روز به همونجا رویم روز به برویم میشه یا نمیشه؟ من به همین سوال شما جواب داده ایستادم که اصل باید 10 شب شیند. خب علما میگن که وقتی که 10 شب گفت مقصد روزش هم در بر میگیرد، شبانه روزی. و ببینید در همین کلمه شبانه روزی یک سوتکه به زبان روسی یک سوتکه ما یک شبانه روز میگویم، یک روزانه شب نمیگوییم، یک شبانه روز میگویم. درست است همین اسلوب. در قرآن هم همه وقت الله تعالی شب از روز پیش میگیرد، لیل و نهار میگوید، شب و روز. شب از روز بزرگتر است. وقتی که شب گفتیم روزش هم در بر میگیرد. این اصل. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و وقتی که اعتکاف می نشستن همراهی روزش اعتکاف می نشستن. حتی اگر یک آدم نظر کند که من یک شب میشینم گفت حتما باید روزش هم شیند میگن. مثلا شبی 21 شد اول شب میبید بعد روز میبید روزش هم میشینید. این اصل است. لیکن یک آدم گفت که من فقط شب نشسته میتونم روز کار دارم. این آدم هم بهتر است از آن آدمی که عموما ننشسته است، روزانه کار دارد شبانه خیر شیند. و مقصد اعتکاف چیست؟ مقصد اساسی اعتکاف این دریافت کردن شب قدر است. یکم. دویومش بعضی علما میگوید قطع العلائق عن الخلائق، کندن علاقه ها از مخلوق ها و وصلها بالخالق، پیوست کردن علاقه با خالق. یعنی 10 شبانه روز گویا شما مردید. شما مردن خودتون اختیار نمیکنید برادران. مردن مثل حج و عمره نیست که خب بیا کن یک همین سال کمتر وقتی وسیگی و پول بودگین ده یک عمره کرده بیم یا بیا کن آزی وقتی نقشه یک وفات کرده گیریم. این پلنش شما نمیکشید، نقشش شما نمیکشید. یکی عباره میبید اما کاراتون ناپره میموند. میگوی کمتر وقت میدادم این کارو کرده میگرفتم، این کارو که تمام میشه. خلاصه یعنی آدمی که اعتکاف نشسته است فکر کند که گویا وای مرد، گویا وای مرد. قطع العلائق عن الخلائق، کندن علاقه ها از مخلوق ها و پیوست کردن علاقه به الله تعالی در مدتی 354 روز یا شب در داخل یک سال طبق سال شماره مهتابی. یک سال 355 یا 54 شب دارد. همین 345 شبش از شما هست. 10 شبش برای الله تعالی و نزدیک شدن جدا کنیم. یعنی هر شب با مخلوق آمیخته هستید. مقصد شریعت همین که من ببینید مثال خلق ما بسیارتر عروسای مثال میبرد. از همه غیر دینی به ما نزدیکترینی که ما بچه شما میبینیم با آنها گپ میزنیم این عروسا هست. از خوردی ما موقتی آمیخته هستیم برای اون که ما در زیر استعماری همونها به وای رسیدیم متاسفانه. همین های هم یعنی در داخل یک سال یک ماه کمشند 24 روز یا 12 روز برای تن اونها برای روح نه برای تناشون کرورت میرن، یگانجا دمگیری میرن، دم میتین. اون در هفته میتین و روزی بازار کار نمیکنن، روزی یک شنبه پر یا داچه میرد یا پر پی نفسی خودش نفس. فقط در یک سال با یک ماه یا 2 ماه یا 24 روز یا 12 روز کمشنده کم بغلش هم برای خودش یک استراحت میدهد، برای نفسش نکین، برای جانش، برای روحش نه. اعتکاف این همین چیز روحانیش است.
چونکه شما درباره سنگ مرمر درباره قالین خواب میکنید. شاید یک ادیالی تونوکک درارید، شاید احرامتون رو بالش کنید. یعنی هم تو گریدگر وای در مهمانخانه 5 ستارگه خواب نکرسید، شما در مسجد خواب کرسید، شرایط نیست. دیگرها من در مسجد حرم یک وجب جای خالگی نمیابید برای خواب رفتن. پر آدم اعتکاف نشسته است. یعنی من راحتی جسمانی نیست، راحتی روحانی هست. روحتان دم میگیرد، روحتان غذا میگیرد. بنابراین نادرست است به اعتکاف 4-5 نفر یک جای شده در آمده، یک چخچخم گرفته، فقط چق تلفن بازی. مقصود اعتکاف از این دور میشه. بهترش که تلفنتون مونید. حتی برای اهل علم اختلاف است که عالم اگر اعتکاف شند درس خواند یا درس دهد ندهد. میگم نه، درس ندهد، با الله تعالی مشغول شود، عبادت کند، قرآن خواند، نماز خواند، دعا کند، ذکر کند، همراهی الله تعالی خلوت ماند. میگن چون پیامبر صلی الله علیه و سلم خیمه میزدن، در داخل خیمه شون در آمده میشتن تا اینکه با مردم آمیخته نشوند. مسجد بروی دیگر آدم آمده گپ میزند، سوال میدهد. داخل خیمه در آمدیم، در همین داخل مسجد یک خیمه زدن، داخل خیمه شون در آمده میشه. نماز جماعت رو برآمده امامتی میکردن. نماز که تمام شد در آمده در خیمه شون می نشستن. صلوات الله و سلامه علیه. بنابراین برادرها، یعنی این مقصودهای شریعت رعایت کنید. ها زیق میشید کمتر، لیکن شما با کی هم نشین هستید؟ با بهترین هم نشست، با الله تعالی. کسی تنی صحت خاطری جمع دارد شیند اعتکاف، برای اون که سال آینده فرصت میشد نمیشد. بله، برای دیگر آدمایی که امکانیتی نشستن نیافت خدمت کنتون، طعام بیاریتون، نیکی کنیتون، به اعتکاف شیننده بالش آوردتیتون، یگان ادیال آوردتیتون. بله، انا از حرمی مکه نویستادین. بیایید سوالاتون هم درباره چیز است اعتکاف. مصطفی بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد جان درباره اعتکاف سوال داشتیم. همه یک چند سال پیش ما در اعتکاف شدگی بودیم، الله قبول کنه. خبر اومد که ناموی شما را در کراچی در امنیت کراچی سخرانی کردگن، پدازرینی. بعد همه چند سال بعد این سالی گذشته بود یا 50 سال بود، گفتن که مردم اعتکاف سر کردن استاد. آیا همون آدمایی که اعتکاف رفتگن رو اجر همون را میگیرن یا نمیگیرن؟ این در کجا؟ اگه نگمش خوب میشه استاد جان. خیر گوش کنید برادر. اگر در جای باشید که یعنی ضرر داشته باشد به دینتان، به دنیاتان، حبس می شده باشید، دیله می شده باشید، نکنید. لیکن این مذهب حنفی، در مذهب حنفی بسیار تاکید شده است اعتکاف این یگان چیزی، یگان فرقه، یگان چی نیست، این دین است. در تمامی در قرآن الله تعالی میگه که اطهر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. ای پیغمبر خانه را پاکیزه نگاه دار برای طواف کننده ها، اعتکاف شیننده ها و برای نماز خوان ها. و انتم عاکفون فی المساجد در سوره بقره. وقتی که شما در مسجد های اعتکاف نشستید از معاشرت با زنها دوری جویید. این نص قرآن است. پیامبر صلی الله علیه و سلم 10 ساله که در مدینه بودن اعتکاف نشستم. من در کتابای حنفی هم من بدایع الصنایع خوانید، امام کاسانی رحمت الله علیه از زهری نقل کردن در کتاب بدایع الصنایع، میگن که عجبا للناس ترکوا الاعتکاف. حضرت زهری گفتن که من به این مردم تعجب میکنم، اعتکاف را ترک کردن. و قد کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یفعل الشیء و یترکه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعضی کارها رو میکردن هم ترک هم میکردن، یعنی گاها اجرا میکردن گاها ترک میکردن. لیکن ولم یترک الاعتکاف
منذ دخل المدینه الی ان مات، از روزی که به مدینه داخل شدن تا روزی وفاتشون اعتکاف ترک نکردن. برای مردم من تعجب میکنم بعضی کارهایی که پیامبر صلی الله علیه و هم کردن هم ترک کردن میکنند، لیکن اعتکاف ترک کردیم. نه کتابی بدایع السنای حنفی، اعتکاف نشستن در مذهب حنفی هست برادرها، در تمامی مذهب ها هست، در قرآن و سنت هست، با اجماع علما اعتکاف مشروع هست، سنتی مؤکده هست. این یگان چیزی تروریستی و اکستریمیستی نیست، این دین است، این مذهب حنفی هست. خب با وجود همین اگر برای چیتان برای دینتان ضرر باشد، بله نشینتون. یعنی شما اگر اعتکاف در خانه شینید مجبور 5 وقت نماز نروید، مجبور جمعه نروید، جمعه فرض است، نماز جماعت واجب است، اعتکاف سنت است. برای همین در خانه برای مردها نمیشد نشسته. امکانیت باشد در مسجد میشینید، امکانیت نباشد الله المستعان دعا کنید تا که مقصد از این خاری و از این ذلت مسلمان ها برای اقلا طبق دین ما عمل کرده تانیم. الله المستعان.